امروز یک پدر آماده است 20,000 دلار به بچه خود خرج کنه، به خود شرم و حیا هم میآید که میشتم یک پدر آماده است 20,000 دلار به بچه خود خرج کنه، به دختر خود آماده نیست 1,000 دلار خرج کنه. مگر این فرزند تو نیست؟ تو میدانی که روز قیامت به برکت دعای ازی شاید به جنت بری، شاید بچه من تو شراب بنوشد، شاید بچه من تو زنا بکند، ولی دختر من تو متقی و پرهیزگار باشد که به برکت نواسه‌ای که از این دختر تولد شود عالمی به وجود بیاید که یک جامعه را رهبری بکنید. ولی این کس توجه نمیکنه. به دختر کس آماده نیست 1,000 دلار خرج کنه. میگه دختر مال مردم از کی گفته برادر؟ فاطمه، رسول خدا میفرماید فاطمه پارتن وجود من است، فاطمه پارتن وجود من است. ولی امروز مسلمان چه میگه؟ دختر مال مردم است. دختر سرمه چشمان ماست. دختر کسی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید یکی از علامه های نیکبختی یک زن این است، یکی از علامه های نیکبختی یک خانواده این است که اولین اولادشان دختر تولد شود. بگو الله اکبر.